سلام، اسم من کامرانه. 25 سالمه. چند سال توی شهر درس خونده بودم و تازه برگشته بودم به روستای بابا مینا، یه جایی دور افتاده تو دامنه های البرز، شهر طالقان. اونجا همه از یه خونه قدیمی حرف میزدن، یه خونه که زیر یه درخت انار بزرگ بود و میگفتن یه جن پیر توش زندگی میکنه. من که به این خرافات دهاتی ها میخندیدم، همیشه فکر میکردم اینا فقط قصه های شبونه است که بزرگترها برای ترسوندن بچه هاشون میگن. یه شب که دور آتیش نشسته بودم و عموم داشت از اون خونه میگفت، به خودم گفتم بذار یه بار برای همیشه به همه ثابت کنم که اینا چرت و پرته. شما هم در صورت تمایل میتونید وقایعی که براتون اتفاق افتاده رو به آیدی تلگرام رادیو ترس ارسال کنید. ممنون میشم که سابسکرایب کنید، لایک کنید، نوتیفیکیشن هم روشن کنید که داستانهای بعدی از دست ندید. ممنون از حمایتتون. تصمیمم رو گرفتم. یه چراغ قوه که تازه براش باتری انداخته بودم و همراه خودم بردم با یه چاقوی کوچیک که بیشتر برای دلخوشی بود و یه بطری آبم انداختم توی گولم. هوا سرد بود، مه غلیظ همه جا رو گرفته بود، انگار کوها داشتن نفس میکشیدن. راه افتادم سمت خونه. از دور که نگاهش کردم یه ساختمون تک افتاده بود با دیوارای کاهگلی که انگار هر لحظه ممکن بود بریزه. درخت انار کنارش انقدر بزرگ بود که شاخه‌هاش تا پشت بون خونه کشیده شده بودن. اناراش قرمزتر از هر اناری که دیده بودن یه قرمزی عجیب که انگار خون توش جریان داشت. یه جورای قشنگ بود ولی یه حس بدی بهم میداد. انگار یکی از تو سایه‌های اون درخت داشت منو نگاه میکرد. وقتی به در خونه رسیدم یه در چوبی پوسیده بود که با یه نسیم باز شده یه صدای ناله‌ای داد، مثل صدای یه آدم که داره آه میکشه. خندیدم و گفتم باده دیگه، کارش همینه. قدم گذاشتم تو. بوی خاک و بوی یه چیز گندیده‌ای مشاممو پر کرده بود، انگار یه چیزی سالهاست اونجا مرده و همینجوری سالهاست که مونده. نور چراغ قوه رو چرخوندم. دیوارا پر از ترک بود و خطایی رو میدیدم که انگار با ناخن کنده شده بودن، عمیق و نامنظم. به خودم گفتم شاید گربه است یا یه جونوری دیگه که پنجه‌هاشو یه دیوار کشیده، ولی ته دلم یکم لرزید چون خطا زیادی عمیق بودن برای یه گربه. نشستم وسط اتاق، کولامو گذاشتم زمین و با صدای بلند گفتم اگه جن هست بیا بیرون ببینمت دیگه. همه میگن توی این اتاق جنه، خب بیا بیرون ببینمت دیگه، من که ازت نمیترسم. چند ثانیه سکوت بود، فقط صدای باد که علای درز پنجره ها میومد. یهو یه صدا شنیدم، یه زمزمه کمجون، مثل صدای یه زن که داره گریه میکنه و چیزی میگه. موهای تنم سیخ شده بود ولی خودمو جمع و جور کردم و داد زدم کی اونجاست؟ بازی در نیار. سکوت کرد و برگشتم ولی فقط برای یه لحظه. زمزمه دوباره اومد، این بار نزدیکتر، انگار یه سایه‌ای پشت سرم بود. بازم سریع برگشتم ولی هیچی نبود، انگار یکی درست پشت سرم ایستاده بود، فقط سایه‌اش روی دیوار بود. یه لحظه جا خوردم، چرا اون سایه 2 سر داشت؟ نفسم تو سینه حبس شده بود. چراغ قوه رو گرفتم سمت دیوار ولی سایه غیبش زد. قلبم شروع کرده بود به تون تون زدن، انگار میخواست از سینم بزنه بیرون. گفتم کامران خودتو جمع کن، اینا همش توهمه، نور و سایه دارن بازی در میارن. رفتم سمت پنجره که یکم هوا بخورم تا حالم جا بیاد. نور چراغ قوه رو انداختم بیرون سمت درخت انار. اونجا بود که دیدمش، یه زن با موهای بلند و سیاه که تا زمین میرسید، مثل یه پرده که تو باد تکون داره میخوره. چشماش زرد و برقدار بود، مثل 2 چراغ ماشین که تو مه میدرخشن. دهنم خوش شده بود، زبونم بند اومده بود. با زور گفتم تو کی هستی؟ صداش تو سرم پیچید، بدون اینکه لباش تکون بخوره بهم گفت چی میخوای از اینجا بچه جون؟ چی میخوای از اینجا بچه جون؟ دوباره تکرار کرد. قلبم تندتر میزد. یه قدم اومد جلو. انارای درخت شروع کردن به ترکیدن یکی یکی و توشون یه مایه قرمز غلیظ ریخت زمین، مثل خون که تازه رگ زده باشه بیرون. گفتم این دیگه چیه؟
پاهام انگار به زمین چسبیده بودن، نمیتونستم تکون بخورم. فقط نگاهش میکردم که نزدیکتر میشد، با یه لبخند که دندوناشو نشون میداد تیز و زرد. یه لحظه به خودم اومدم و گفتم باید در برم. دویدم سمت در، ولی هر چی میدویدم دورتر میشدم. در دورتر میشد. انگار خونه داشت کش میومد. انگار آدم تو خواب میبینه که داره یه جن دنبالش کرده و نمیتونه فرار کنه. همون تو واقعیت برام پیش اومد. دیوارا راهمو میبستن و من هر چی میدویدم به در نمیرسیدم. صدای زمزمه اون زن بلندتر میشد. کجا میری؟ بهمون فقط یه انار بخور. برگشتم دیدم پشت سرم ایستاده با یه انار تو دستش که داشت خون ازش چکه میکرد. گفتم من چیزی نمیخوام خانم، فقط بذار برم. یه پوزخند بهم زد و یه خنده که انگار از ته چا میومد، سرد و ترسناک. بهم گفت اگه پاتو گذاشتی اینجا دیگه مال منی. دوباره تکرار کرد اگه پاتو گذاشتی اینجا دیگه مال منی. چراغ قوام یهو خاموش شد. فقط چشاشو میدیدم که نزدیکتر میشدم. دستمو دراز کردم کولمو بردارم، ولی فقط خاکو لمس میکردم. کولم هم غیبش زده بود. نفسام تون تون شده بود و گفتم این فقط یه کابوسه، الان بیدار میشم. چشامو بستم و باز کردم، ولی هنوز اونجا بودم. صدای پاهاشو شنیدم، یه صدای تختقه عجیب، انگار سم داشت. نزدیکتر شد. بوی گندش تندتر شده بود، یه بوی گند که دیگه داشت حالمو به هم میزد. یه چیز سرد دستمو لمس کرد، انگار ناخوناش بود، بلند و تیز. داد زدم و خودمو پرت کردم عقب. گفتم به من نزدیک نشو، به من دست نزن. نمیدونستم دارم کجا میرم، فقط میدویدم و فقط میدویدم. دیگه واقعا داشتم سکته میکردم. جالب بود که هر چقدرم که میدویدم بازم به جایی نمیرسیدم. انگار توی خواب که آدم میدوه به هیچ جا نمیرسه و نمیتونه فرار کنه. حالا خوابم به واقعیت تبدیل شده بود. جیغ زدم و خودمو پرت کردم عقب. نمیدونستم دارم کجا میرم و فقط میدویدم. پاهام روی زمین نمیکشید، انگار تو هوا بودم. یه نور صبحو دیدم که آفتاب داشت یواش یواش میومد بالا. افتاده بودم زیر درخت انار با لباسای پاره و دستای پر از خط و خش. کولم هم چند متر ورتر بود، ولی چاقو و بطری آب بیبشون زده بود. بلند شدم. هنوز قلبم تو دهنم بود. نگاه کردم به خونه. پنجرهش باز بود و سایه اون زن هنوز اونجا بود و ایستاده بود. زیر لب گفتم دیگه هیچ وقت پامو اینجا نمیذارم. راه افتادم سمت روستا، ولی تو راه یه صدا تو سرم پیچید. دوباره میبینمت کامران، دوباره میبینمت کامران. پام سوس شده بود، ولی خودمو کشوندم تا خونه. وقتی رسیدم مردم دورم جمع شدن. گفتن کامران کجایی؟ یه شبانه روزه که تو گم شدی. از دیروز که رفتی تا الان برنگشتی. خانوادت نگران شدن. ولی من حس میکردم فقط چند ساعت اونجا بودم. بهشون چیزی نگفتم، فقط رفتم زیر پتو و تا 3 روز نخوابیدم. چند روزه بعد که بچه‌های روستا گفت یه رد پای عجیبی زیر درخت انار دیده. یه رد پای عجیبی زیر درخت انار دیده و هر کی از اونجا رد شده یه صدای زمزمه‌ای میشنیده که میگه بیا فقط یه انار بخور. من دیگه جرئت نکردم حتی از دور به اون خونه نگاه کنم. یه شب که تنهایی تو خونه بودم، یه صدای تق‌تق از پشت پنجره شنیدم. قلبم اومد تو دهنم. پرده رو کنار زدم، ولی هیچی نبود. فقط یه انار قرمز روی تاقچه بود که نمیدونم از کجا اومده بود. دستم رفت که برش دارم، ولی یهو یاد اون زن افتادم و انار رو پرت کردم بیرون. تا صبح دیگه نتونستم بخوابم و زیر پتو میلرزیدم از ترس. از اون شب به بعد دیگه هر وقت تنها میشم حس میکنم یکی داره نگام میکنه. گاهی تو خواب صداشو میشنوم که میگه دوباره میبینمت، دوباره میبینمت. نمیدونم اون جن بود یا چیز دیگه، ولی هر چی بود من دیگه به خرافات نمیخندم و میدونم واقعا این چیزا وجود داره. بعد از اون شب که از خونه زیر درخت انار جون سالم به در بردم، فکر میکردم همه چیز تموم شده، ولی انگار تازه اول خط بودم.
چند روز بعدش وقتی داشتم تو حیاط خونمون علفا رو میچیدم، یه حس عجیب بهم دست داد. انگار یکی پشت سرم وایساده بود. برگشتم ولی هیچ کس نبود. فقط یه نسیم سرد خورد به صورتم و بوی گندیده‌ای که دیگه برام آشنا شده بود پیچید تو مشامم. زیر لب گفتم نه دیگه تموم شده، فقط توهمه. ولی ته دلم میدونستم که اون زن یا هر چی که بود هنوز دور و برم. یه روز که با پسرم رضا رفته بودم لب رودخونه ماهی بگیرم، شروع کردم براش از اون شب تعریف کردن. اولش خندید و گفت تو هم که مثل بابا بزرگامون قصه گو شدی. ولی وقتی بهش گفتم که رد پای اون زن و خیلی از بچه‌های روستا دیدن، رنگش پرید. گفت کامران جدی میگی؟ آخه منم دیروز از اون طرفا رد شدم و به صدای زمزمه‌ای شنیدم، فکر کردم باد تو شاخه هاست. بهش گفتم دیگه نزدیک اون خونه نرو، من یه بار رفتم و هنوز پشیمونم. ولی چشماش برق زد، انگار کنجکاو شده بود. یه شب که تو خونه تنها بودم تصمیم گرفتم یکم چایی درست کنم و خودم رو مشغول کنم. همین که کتری رو گذاشتم روی گاز، یه صدای تق تق از پشت پنجره اومد. فکر کردم گربه است، ولی وقتی پرده رو زدم کنار فقط یه انار قرمز رو تاقچه دیدم. قلبم اومد تو دهنم. مطمئنم که اونجا چیزی نذاشته بودم. دستم رفت که برش دارم، ولی یهو یاد اون زن افتادم و انار رو با یه چوب بلند پرت کردم تو حیاط. دوباره تا صبح چشم رو هم نذاشتم و فقط نشستم و به صدای باد گوش دادم. انگار داشت اسممو زمزمه میکرد. دوباره میبینمت، دوباره میبینمت. چند هفته گذشت و من سعی کردم خودم رو با کارهای روزمره مشغول کنم، ولی هر بار که از کنار درختای انار تو روستا رد میشدم دستام یخ میکرد و ضربان قلبم میرفت بالا. یه روز که با مامانم رفته بودم بازارچه محلی، یه پیرزن که سبزی میفروخت یه نگاه عجیبی بهم کرد و گفت تو چرا اینقدر رنگت پریده پسر؟ مگه جن زده شدی؟ خندیدم و گفتم نه خاله، فقط خستم. ولی اون زیر لب یه چیزی زمزمه میکرد و یه دعا بهم داد که بذارم تو جیبم. بهم گفت اینو داشته باش، این دعا اگه همراهت باشه. با خنده بهم گفت هیچ جنی اذیتت نمیکنه. یه شب که خوابم برده بود یه خواب عجیب دیدم. تو خواب خودم رو تو همون خونه قدیمی دیدم، ولی این بار پر از آدم بود. آدمایی که وایستاده بودن هیچی نمیگفتن و چشاشون زرد، فقط نگاه میکردن. اون زنم اونجا وایستاده بود و بهم اشاره کرد که برم جلو. یه انار بهم داد و گفت بخور دیگه، مال مایی. دهنمو باز کردم ولی یهو با صدای خروس صبح بیدار شدم. عرق از سر و صورتم میچکید و هنوز طعم تلخ انار تو دهنم بود. انگار واقعا خورده بودمش. یه هفته بعد رضا اومد در خونمون و گفت کامران من دیشب رفتم اون خونه رو ببینم. رنگم پرید و گفتم چیکار کردی دیوونه؟ گفت فقط تا دم در رفتم و یه صدای زمزمه‌ای شنیده بود که میگفته کامران کجاست؟ کامران کجاست؟ موام سیخ شد. بهش گفتم دیگه اون طرفا نرو، اون جن انگار دنبال منه، نمیخوام تو رو هم بکشه توی ماجرا. رضا قول داد که دیگه اون سمتی نره. ولی از اون روز به بعد هر وقت میدیدمش یه جور ترس تو چشماش بود که قبلا ندیده بودم. یه شب که بارون شدیدی میومد، صدای رعد و برق کل روستا رو پر کرده بود. نشسته بودم کنار بخاری و داشتم چایی میخوردم که برقا رفت. توی تاریکی یه صدای تق تقی از پشت در بلند شد. فکر کردم باد در رو داره تکون میده، ولی وقتی گوش دادم ریتم داشت، یه ریتم مثل قدم زدن. بلند شدم و یه چاقو برداشتم، در رو باز کردم، ولی فقط بارون بود که زمین رو خیس کرده بود. وقتی خواستم در رو ببندم یه انار قرمز رو زمین دیدم درست جلو پام. با پام پرتش کردم بیرون و در رو قفل کردم. چند ماه بعد یه روز که داشتم با بابام تو مزرعه کار میکردم بهم گفت کامران تو چرا اینقدر ساکتی این روزا؟ یه چیزی اذیتت میکنه. نمیخواستم نگرانش کنم ولی یهو بهش گفتم بابا تو به جن اعتقاد داری؟
نگام کرد و گفت تو این کوه ها چیزایی هست که آدما نمیفهمنشون. فقط مواظب باش پاتو جایی نذاری که نباید. حرفش مثل یه پت خورد تو سرم. اون شب تصمیم گرفتم دعای اون پیرزنه همیشه تو جیبم نگه دارم. الانم که دارم این داستان رو برای شما تعریف میکنم، هنوزم هر وقت تنها میشم حس میکنم اون زن داره یه جایی نگاه میکنه. گاهی تو باد صداشو میشنوم که میگه دوباره میبینمت، دوباره میبینمت. نمیدونم کی قراره برگردی یا اصلا کی از دستش خلاص بشم. فقط میدونم که اون خونه زیر درخت انار جایی بود که نباید پامو توش میذاشتم. ممنونم که به اتفاقی که برای من افتاده گوش کردی. کامران هستم، 25 ساله، از شهر طالقان. ممنونم که به رادیو ترس گوش میدید. خوشحال میشم که راجع به داستان ها اگر نظری دارید برام بنویسید. خدا یار و یاورتون.